بچه مردم اول نمره میشه. راست میگه بچه مردم اول نمره عمومی مکتب شده. خب جواب بده دیگه، من که گپ میزنم تو سایل نکوزینم. حالا خود زبان بازی میکنی؟ زبان پیدا کرد از دسرم. بچه تو تربیه کردی سر مسئله داره میگه به من دختر گلغوته بگیره. ویالا مغز سرم برای احمد گفته ای بچه. حال دایی دیگه چی گپ است؟ شرمایو خوب آی نکم چی شد بچه خلاص شده از ما دیگه دستم. یاد نشه که در خانه ما بگویی که من دختر فلانی رو میگیرم. خودم میرم لشپ بندازم لشپ، میرم خانه هر کی برای مدونه مو رو برات میگیرم. خود چی به درد میخوره ما او رو این زنای نمیشناسم. حالا به درد نمیخوره بچه‌م که تو بگویی میگیرم. بدل خود یک تا از کردا برات میگیرم که همه تو کار بلد باشه. سمسایی این چیزایی زنای حالا عوض نمیزنم. آقا هر چی گفتی من قبول کردم دیگه، دیگه ما آرام نمیباشم. حقم است. حقم است. حالا حق فهمیدی تو حق. اولا محمد جان بچه ما کدام مشکل نداره، کمی که بینیش کرده سال بینی کرده مود شده. میگه من این بچه که ما رو به غلامیتان بگیره، اما دختره که تانه به این بچه ما بده اگر رضایت شما باشه. درست است من قضیه رو درک کردم، ولی بچه همی است؟ اینو میگه که است. خیر باشه، به هر صورت شما خو میفهمی که ما دختره که ما شاکوکوی بیدسکاولا با ناز و نعمت بزرگ کردیم. بله بسیار خوب. ما بچه ما رو امروز 2 دانه بیادرکاش لط و کوب بزرگ کردیم که لطش در موتر ششته منتظر است. درست است، من میرم امروز یک گپ بزنم که چی میگه. درست است امروز گپ بزنین، ما منتظر هستیم. چای چیزی بیارم براتون؟ نه بخیر باشه. گپا رو گوش کردی؟ نی پدر یعنی این بچه از دیگه الان نی پدر خوارج قروت وارد. آقای خسام توهین میکنن. جواب شما بتون. جوابش بده بگو برو. بچه بخیر که بریم. من که دخترکم گپ زدم، گفت من هنوز درس میخوانم، به ما وقت است. دیگه ما مایده بریم. گپایتان بسیار میبخشید دیگه، شنیدیم. انشالله دخترتان تا ابد مجرد بانه. مایده گل محمد جان، راستی می اولین دفعه است خوب من دفاع بچه ما میکنم. من خدای دختری بینی پچه خود تو رکی میگیری، یعنی این بچه شلا شد که برو اگه نی ولگه می اومدم سن خانه.